هموطنان گرامی توجه بفرمایید. همونطور که از ابتدا انتظار میرفت مذاکرات رژیم با آمریکا به پایان رسید و با شکست مواجه شد. آمریکا یک طرفه ادامه مذاکرات رو لغو کرد. از ابتدا هم هدف این مذاکرات راه اومدن با رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی نبود، بلکه هدف برآورد کردن میزان حقارت رژیم و آمادگی اون برای تسلیم شدنه. با توجه به اوج ضعف رژیم جمهوری اسلامی و کوتاه آمدنش از تمام خواسته های قبلی خودش در مذاکرات قبلی، آمریکا الان مطمئنه که رژیم هیچ آسه برنده‌ای نداره. همچنین پس از سخنرانی‌های کوبنده شاهنشاه عزیزمون اعلی حضرت رضا شاه دوم به خصوص جلسه دیروز، دیگه جهان و به خصوص آمریکا و ترامپ نگران خلأ قدرت بعد از رفتن جمهوری اسلامی نیستند.